حاضرین محترم، برادران و خواهران عزیز ارجمند، همایش ما این لحظه ها دارد به پایان میرسد. من اظهار تشکر میکنم از همه مهمانانی از دور و نزدیک آمده. برادران و خواهران عزیز ارجمند، قدمتان گرامی و نور چشم ما بود. و یک چیز رو من گفتم، خواهران عزیز ارجمند، شما بدانید که این آب چشم شما و آن موسفیدان نورانی بدانند که آن دعای نیمه شبی آنها و آن برادران مظلومی با که امروز در زندان ها دارند اذیت میشوند ناله و فغان میکند خانه ظالم را روز خواهد سوخت. و خیلی که رئیس محترم هم ذکر کردن، ما باید غمگین نشویم. ولا تهین یا ایها الذین آمنوا ولا تهینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فکر کنم همین آیه رو خوندن. شما فراموش نکنید ما غالب میدانیم، ما در دنیا سربلند و در قیامت سربلند هستیم. بار دیگر اظهار تشکر میکنم از یک و یک شما و از همه برادرانی که در اینجا در خدمت بودند، از رئیس محترم ستاد و اعضایان ستاد همایش، بخصوص از برادران مقیم آلمانی، برادران اکلی ابوبکر و جنت الله که برای ما شرایط ها مهیا کردند، پذیرایی کردند و مهمان نوازی کردند و کرده ایستادند و چنین زلی تالار خیلی زیبا را هم آماده کردند. دستشان در نکند، انشاءالله که خداوند گذشته‌هاشون را رحمت کند. برای من یک چیز رو گفتنی هستم که دیروز ما مشاهده شدیم. برای اگر جای سخن فکر میکردم نباید جای این سخن گفتن بود، اما دلم آرام نمیگیرد. یک ویدیویی را ثبت کردن، اون نماینده سابق که از گروه 24 رفتند و برادر ما رمز المن بس قدری محترم بود. من به همه مقدسات سوگند میخوام که وقتی آخر که مادر من بیمار شدن و من در خارج کشور قرار داشتم و او را برای معالجه فرستادم و وقتی آخر که حالش خوب نشد من او را به فرودگاه بردم. وقتی که او را غسل کردم دیگر حرکت نداشت. دکترها هم طبیبان هم گفتن که شاید 2 روز یا 3 روزش مانده باشد. و آخرین سخن من از مادرم، من سوگند میخورم به برادرها چندین بار همین را گفتم، مادرم به من گفت که من تمام رضایت و دعا را به تو دادم، من هیچ وقت راضی نیستم که تو با کشور با سر پس برگردی. من این را همون لحظه به برادرها گفته بودم. و اما این روزها آنها شرم نکرده میگن که این در جنازه مادرش نبود. من چطور به جنازه مادرم میرفتم که من امکانات را نداشتم. از شما هیچ کس از دست شما در امن و امانی نبود و آنها گفتن که مادرش از این راضی نبود. مادر من 100% همه برادران که در آنجا با ما بودن در خارج کشور میدونن که من 2 ماه با مادرم در بیمارستان یک جای بودیم و همیشه برای من دعا میدادن و میگفتن که من یک زنی هستم که یک بار تولد و یک بار میمیرم و شما وصیت میکنم که هیچ وقت با سر پس به کشور بر نگردید. من سوگند میخورم. بار دیگر از همگان تشکر میکنم و انشاءالله که این روزهای وزنین به پایان میرسد. ما سالهای 1992 از این هم بدتر روزها را دیده بودیم. برادران مستفید نورانی ما در اینجا شرکت دارند و بسیار از برادرانی را میدانند. ما از این بعد روزها را از سر گذراندیم. انشاءالله این روزها میگذرند. پایان شب سیاه سفید است. در ناامیدی ها بس امید است. پایان شب سیاه سفید است. همایش را پوشیده اعلام میکنیم و شما را در پناه خدای منان میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.